برادران عزیز، صحبتی که امروز میخواهم خدمت شما داشته باشم جواب سوال‌های هست که برادرها برای ما فرستادند. ان شاء الله رب العالمین یک حصه اونها را امشب ان شاء الله که جواب میگردانیم. برادر عزیز سوال کرده که السلام علیکم بابای ملا، الحمدلله خواندن قرآن را تعلیم گرفته‌ام. خب به ما اجازه نمیدهند که جوانان محله را تعلیم بدهیم. آیا در نزد الله من گناهگارم؟ من کسی را گوش نکنم تا آخر نفس تعلیم بدهم؟ برادر عزیز، وقتی که شما قرآن تعلیم گرفته، ابتدا از اهل بیت خود، از برادرهای خود، از خواهرهای خود، از شخصیت‌هایی که در خانواده شما هستند، از اونها یعنی تعلیم دادن شروع کنید، سر کنید. نزدیک‌های خود، جیان‌های خود، فرزندای برادرهای خود، خویش تبار نزدیک خود یعنی تعلیم دادن شما سر کنید. هر کسی که گپ شما را گوش میکنه، اگرچه ویها نتونن نزد شما خانه شما آمدن، شما نزد اونها یعنی خانه اپا و خواهرتون باشن، خویش تبار نزدیک در محله باشن، در قریبی باشن، شما رفته در خانهش اونها را یعنی تعلیم قرآن دهه. چون که پیغمبر بزرگوار گفتن خیرکم من تعلم القرآن و علمه. تن بهترین شما همون شخصیتی هست که قرآن را تعلیم میگیرد و قرآن را به دیگران تعلیم میدهد. اگرچه امروز یعنی شما گفته که برای شما معنی است و اجازت نیست، البته شما گناهگار نمیشوید، چون که برای شما عذر شده است، برای شما معنی است. در این حالت صورت شما گناهگار نمیشید. اما شما میتوانید که از اهل بیت خانواده خود یعنی تعلیم دادن را سر کنید. آهسته آهسته اهل بیت یعنی اپا و خواهر و زنهای اکا و نزدیکهای خود را تعلیم قرآن کنید. متاسفانه امروز در اکثر خانه ها یعنی فرزندها و زنها یعنی از علم قرآن، از تلاوت قرآن دور هستند. برادر عزیز، خب برادر عزیز سوال کرده که والله علم خواهر اسلامی بوده. السلام علیکم دوملا، سوال دارم. روزه ماه رجب، شعبان و روح پرفتوح آن حضرت صلی الله علیه و سلم بخشی و ختم قرآن نیز بخشی می شود. خب می شود ایشان شاد می گردند. خب و شفاعتشان را به دست می آوریم. انشاءالله خدا خواهری محترمه هستی یا اینکه مادری محترمه هستی، می تواند انسان که روزه نفلی گیرد یا اینکه قرآن خواند، ختم قرآن را، ثواب تلاوت قرآن را به روح رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ببخشد. انشاءالله که روح مبارک از اون انسان شاد و خرسند میشد. اصلا در مذهب ما، در مذهب یعنی حنفی، مستحب است که انسان وقتی که ثواب چیزی را می بخشد، ابتدا به روح مطهر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بخشد، بعد از اون به دیگر مؤمن ها و مسلمان ها و هر کسی میخواه. انشاءالله شما ثواب این روزه هایی که گفته ثواب اینها یا اینکه قرآن خوانده ثواب شد به روح جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم بخش، انشاءالله که روح مبارک از شما شاد می شود. سوالی نیز سوال دیگر هم داشته است. خب در خواب ببینی که روزه‌ات را خورده ای، خب به ناخواست این به چی دلالت میکند؟ لطف کرده میگفتید یک خواهر اسلامی شما. اکنون خواهر محترمه، این خواب اعتبار نیست، خواب غیر حالت است. انسان در خواب شاید اگر شما زن صالحه و زن پاکیزه و زن به تقوا و به ایمان باشه، شیطان میخواد که شما را تشویش کنه و ناراحت کنه که گویا شما اکنون در روزه شما یگان نقصان کمبودی است که شما خواب دیده که یعنی روزه را خورده نباشه. این خواب شما با روزه شما یگان یعنی ضرر نداره، یگان دخالت نداره، هیچی نیست. اون خواب است. خواب هایی که انسان تشویش میکنن جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم این از جانب شیطان است. اینها را شما خواهر محترم اهمیت ندهید. السلام علیکم دوملای عزیز، سوال بگویید که پدرم 8-9 سال باز روزه را گرفته نمیتواند از حساب کسل بودنش. من می خواهم
فدیه‌اش را بدهم و بگوید به کیها بدهیم درستش. خب من هر ماه برادرم ده یک مقدار پول رای میکنم. همون پول فدیه گویان رای کنم می شود. رحمت الله بر شما. نه برادر عزیز، فدیه پدرتون شما باید به شخصیت های رتیه که اونها بین یعنی پدرتون پدر فرزندی نباشه. به برادرها رو وقتی شما روان کرده فدیه پدرتون فدیهش به فرزنداش داده نمیتونه. شما به عمک هاتون تقاهاتون یعنی خش تبار قریبه که محتاج کمبغل باشن صاحب نصاب باشن در اونان هم درست نمیشود. یا اینکه در محله و قشلاقتون نگاه کنه که کدام انسان محتاج تر و یعنی عاجز تر و یعنی کم بغل تر است برای اونها فرسته بهتر میشه برای شما. اون پولی که به برادرها رای میکنه اونها در فدیه پدرتون حساب نمیخوره برادر عزیز، چون که صدقه های واجبه را اینها را یعنی پدر فرزند بین همدیگر داده نمیتونه. مثلا فرزند به پدرش داده نمیتونه، پدر به فرزندش داده نمیتونه. شما یعنی جانب ها را نگاه کنید، شخصیت های که یعنی در محله و خیش تبارم باشن یعنی برای اونها ده بهتر میشه. خب استاد عزیز، آیا یگان آیتی هست که حکمش باقی باشد و قرائتش بیکار شده باشد؟ در آخر در حق من دعاگو باشین تا که از تفسیر قرآن و از احادیث پیغمبر صلی الله علیه وسلم با خبر شویم و توفیق عمل کردن را برایمان نصیب شود. رحمت خداوند به شما باشد. استاد جان سلامت باشی برادر عزیز. بله هستن آیت هایی که یعنی قرائت اونها منسوخ شده است و حکمشون یعنی در دیگر آیت ها باقی است. اون آیت هایی که قرائتشون منسوخ شده است اونها در قرآن نیستن، اونها در حدیث های جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم هستند. اما ما در قرآن آیت های داریم که یعنی حکمشون منسوخ شده است و قرائتشون باقی است. این نوع آیت هم هست. اما آیت هایی که قرائتشون منسوخ شده است اونها در قرآن نیستند. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در زمان خلافتشون گفتن اگر یعنی مردم من چیزی نمیگفتن، من همین یعنی آیت هایی که قرائتشون منسوخ شده است همین ها را من در قرآن داخل میکردم. اگر من این کار کنم مردم میگوین که قرآن یعنی عمر در زمان خلافتش یک کار زیادتی کرد که یعنی در قرآن یک چیز دیگر زیادتی داخل کرد. اینها حکم آیت دارند. در حدیث های جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم یعنی اصحاب سنن اینها را آوردگی هستند آیت هایی که یعنی قرائتشون منسوخ شده است و حکمشون باقی است. البته حکمشون در دیگه آیت ها باقی مونده است. اما آیت هایی که یعنی حکمشون منسوخ شده است در قرائتشون نه، اون آیت ها در قرآن هستند. مثلا مثل سوره قل یا مثل آیت یکمی که برای رمضان یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. این چنین آیت های زیادی هستند که حکمشون منسوخ است و یعنی قرائتشو باقی مانده است، منسوخ نشده است. با آیت هایی که یعنی قرائتشو منسوخ است اونها در قرآن نیستن برادر عزیز. حکمشو اما در قرآن باقی مانده است که در دیگر آیت ها حکمشون عملی هست. خداوند بزرگوار شما را عالمی با عمل کنه و اون درجه علمی که خداوند در قرآن بیان کرده است والذین اوتوا العلم درجات، خداوند با او درجه شما را رسانه. خداوند خدمتگار دین اسلام مسلمین جامعتون بگردانه. سلامت باشی برادر عزیز. خب السلام علیکم دامنو جان، التماس گویید آیا عاق پدر و مادر باشی آنها تو را بخشند رحمت خدا بر تو میرسد و از عاقشان آزاد میشوی؟ بله برادر عزیز، وقتی انسان پدر و مادر آزار داد و اونها وقتی فرزند عاق کردن فقط به گفتار نیست. وقتی خفه شدن یعنی از فرزند عاق شدن، در این صورت یعنی انسان با دوباره وقتی خدمت کرد اونها را و در اونها یعنی حرکت کرد و بخشش پرسید و دعا گرفت، وقتی انشالله اونها خرسند که شدن این فرزند یعنی از عاق پدری خلاص می شود. یعنی دوباره خداوند گناهی این کمبودی که نسبت به پدر آزار داده بود این گناهش خداوند یعنی نابود میکنه. البته وقتی انسان بخشش پرسید دوباره پدر مادر راضی گردان، انشاءالله که خدا هم از او راضی میشه، چون که
جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک شونه که رضا الله فی رضا الوالدین، رضاگی الله در راضیگی پدر و مادر است، قهر غضب الله در قهر غضب پدر و مادر است. وقتی پدر و مادر بعد از قهر غضبش دوباره راضی گردونید، ان شاء الله رب العالمین، الله رب العالمین هم از شما راضی میگردد. خب سلام علیکم دوملای عزیز، من هر شب 1000 بار لا اله الا الله محمد رسول الله میگویم، آیا این تسبیح من درست است؟ التماس جوابی. بله برادر عزیز، بهترین ذکر میگویه. در روایت که این حدیث از حضرت جابر رضی الله تعالی عنه روایت است که ترمذی این حدیث ترمذی و نسائی روایت کردن از حضرت جابر که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند افضل الذکر لا اله الا الله و افضل الدعاء الحمدلله. تام بهترین ذکرها این کلمه لا اله الا الله گفتن است و بهترین دعاها کلمه الحمدلله گفتن است. بهترین ذکر وظیفه کرده 1000 بار گوی، ان شاء الله خیلی فضیلت ثواب خوب داره. گفتن گیره یعنی ترک نکنه. اصل محبوب ترین دوست داشته ترین عمل در نزد خداوند همون عملی هست که یعنی دوامناک باشه. انسان از در یک روز مثلا 1000 بار لا اله الا الله بگه و یک هفته دیگه یعنی در غفلت باشه، یک بار هم حتی ذکر نگه، این معنا نداره. انسان باید اگرچه کم هم باشه 10 بار 100 بار کم هم ذکر گوید، دائمی یعنی هر روزه باشه ذکرش، یعنی یک روز یعنی از حد زیاد نگه و دیگر روزاش در غفلت گذرانه. چون که حدیث جناب پیامبر است که دوست داشته ترین عمل ها هم عمل هایی هستند که دوامناک باشن اگرچه کم هم باشن. به این خاطر برادر عزیز یعنی وظیفتون دوام دادن گیره ان شاء الله بهترین است. السلام علیکم دوملا، خب خسته نباشید. پول دارم به نصاب رسیده است اما خب عمارتی ناتمام دارم، چی کار کنم؟ زکاتش را دادن شرط است؟ در حق من گناهگار دعا کنید، خداوند دعای شما را قبول میکند ان شاء الله. خداوند بزرگوار شما را گناهاتون مغفرت بگردونه و بخت سعادت دنیا و آخرت نصیب کنه. برادر عزیز، اکنون وقتی که شما پولتون به نصاب رسیده باشه، وقتی دبالاش که سال گذشت، مثلا 1 سال دبالای پول شما گذشت، مثلا امشب روز سالی گذشته امشب روز پولتون به نصاب بود، امروز حساب کرده که هم پول در نصاب ایستاده است، یعنی کم نشده است. وقتی سال در بالای پول شما گذشت و عمارتی ناتمامی شما یا اینکه بچه‌تون زن نداره یا اینکه یگان کمبودی دیگر داره، اونها دیگر به حساب نمیرن. برادر عزیز، در گردن شما زکات فرض است، باید زکات اون مال ادا کنی اگرچه عمارتون ناتمام باشه. اصل زکات او قدر زیاد نیست که یعنی نقصان و کمبودی در یعنی پول شما یا اینکه در ساختمان شما شود. اگر 100,000 روسی داشته باشه شما 2,500 چی است؟ 2,500 یعنی روسی می شود، 2,5 فایز است. چقدر کم است که انسان یعنی احساس هم نمیکنه کم شدن مالش. به این خاطر زکات از جانب خدا امر هست، شما حتما باید زکاتتون ادا کنید برادر عزیز. یگان حیله نکنید در زکات که خیلی گناهش گناه بزرگ است و عیدای زیاد اومدن برای انسان هایی که مانع زکات هستند، منع کننده و حیله میکنن. اکثر مردم ما بسیار یعنی بهانه میکنن که بچه تبتی به دختر تبتی به فلان تبتی درست میشوه. البته اگرچه در اپا و خواهر درست شود، به فرزند که درست نمیشوه. بهترش اپا و خواهر تا دارنده ها یاردم کنه، اما یک انسانی که اکا و برادر رفیق دوستی بای نداره زکات ها را اونها را تی. بعضی مسکین ها و کمبغل هایی که در محله هستند یگان خیش تبار دستگیر یاردم کننده نداره، اونها را دستگیری کنه. این از جوان مردی. فقط مردم ما از یک بهانه گفتن فقط نزدیک میکنن اپا و خواهرت میشود، اپا و خواهر درست میشود، اما اپا و خواهرت تو جوان مردی کن، همت بلنده که با غیرتی که یاردمش کن. اما زکات در یک شخصیتی که اکا و برادری بای نداره، یک انسان محتاج، یک انسانی که امروز چقدر زیاد هستند در جامعه، اونها را دستگیری کنه. بیوزن ها، یتیم ها، طالب علم ها، اون شخصیت ها را دستگیری کنه، ان شاء الله براتون بهتر میشه. خب السلام علیکم استاد جان، سوال: ما در مسکو در بازار پردویس کار میکنیم. صاحب بار به ما میگوید باری 1 ساعت را از بالا مانین و کمی بیزیبهایش را از پایان مانین. ما همین طور میکنیم، مگر ما گناهگار میشویم؟ خداوند دنیا و آخرتت را آباد کند. استاد جان
در حق ما دعاگو باشین. مشکلی زیاد داریم. خداوند مشکلی های شما را آسان کنه و دنیا و آخرت شما را برادر عزیز پروردگار آباد کنه. اکنون این سوال شما که آیا شما یعنی چیزهای خوب در بالا میگذاره و چیزهای بد، اکنون این سوال شما را نفهمید. اگر میوگی باشه در حالت پر کردن اگر شما حیله کنه و انسان گفت که یعنی مثلا 1 کیلو سیب برای من کش، 1 کیلو ناک برای من کش، یعنی چیزهای خوب در بالا باشه، از پایان شما بیزیبی ها و معده هاش پر کنی وایتی، البته در این صورت گناهگار میشوی. اما اگر وقتی شما اینچنین یعنی در ویترین بزیب کرده گذاشته و انسان گیرنده خودش آمد جدا کرد، چی نوع امروز ها هستن جدا کرده گرفت، در این صورت شما گناهگار نمیشه. مثلا انسان وقتی که همون بارش از زینت یا چقدر تازه کنه و کلانها و خوباش از بالا گذاره، این گناه نیست. اما وقتی حیله و فریب شود در هر کاره، بعد از اون فریب یعنی گناه می شود. اگر شما این چیزهای کلان و بینقص از بالا بگذاری و معده ها را در تک بجا کنه، وقتی یک انسان گفت که برای من از همین چیزی معده و بیزیبش دادی، فریب که کردی، در این صورت البته گناه می شود برادر عزیز. خب سلام علیکم برادر عزیز. خب میگویند که انسان دروغگوی در قیامت ای دروغگوی گفته می شود، فریاد کرده می شود. آیا این راست است داملا جان؟ خب بله برادر عزیز، انسان ها را هست روایت هایی که انسان ها را در روز قیامت خداوند موافق همون فعل هاشون یعنی دعوت میکنه. انسان زیناگر ای زانی، انسان عرق نوش ای شارب، انسان یعنی دروغگو را ای کاذب. چنین روایت ها هم هستند. اما در حدیث صحیح که این حدیث بخاری و مسلم از متفق علیه است، از حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت شده که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتند که این الصدق یهدی الی البر و این البر یهدی الی الجنه و این الرجل لا یصدق حتی یکتب عند الله صدیقا. حضرت گفتند که صدق یعنی راستگویی انسان هدایت میکنه، راهنمایی میکنه به سوی خوبی ها. انسانی که عادت فعل راست گفتار داشته باشه، این راست گفتن او انسان به سوی خوبی ها یعنی میکشانه میبره و خوبی ها انسان به سوی جنت میبرن و انسان در حیاتش به چنان راستگوی میشه که حتی در نزد خداوند نام او صدیق یعنی انسان راستگو نوشته میشده است که فلان شخصیت انسان راستگوی نادروغگو است. و در دوام حدیث جناب پیامبر گفتند که و این الکذب یهدی الی الفجور و این الفجور یهدی الی النار و این رجل لا یکذب حتی یکتب عند الله کذابا. گفتن دروغگویی انسان به سوی بدی ها میکشانه، راهنمایی به سوی بدی میکنه، بدی ها انسان به سوی دوزخ میکشانن میبرن و انسان در حیاتش به چنان دروغگوی میشده است که حتی نامی وی در نزد خداوند دروغگو نوشته میشده است. این سوالی که شما دادید جوابش این است که انسانی که در دنیا یعنی فعل دروغگویی داشته باشه، در قیامت یعنی خداوند نام او را در نزد خودش دروغگو گفته می نویسته است. در قیامت این شخصیت یعنی به نام دروغگو چی میکردن؟ فریاد میکردن. ای کذاب گفته، ای دروغگو گفته، فریاد میکردن. البته این راست است برادر عزیز که انسان وقتی که این فعلی بده که این نشانه منافقی هست که جناب پیامبر صلی الله علیه و آله گفتن منافقا چند نشانه دارند. یکی از اونها این است که اذا حدث کذب، وقتی سخن گفت دروغ میگه. این نشانه خیلی یعنی بدی هست برای انسانیت، دروغ گفتن. السلام علیکم دوستان محترم، التماس به سوال من جواب گویید. خب میگویند در حق عالمان همه ای هستی دعا میکنند، آیا این راست هست؟ کمی روشنی می انداختید. بله برادر عزیز، در حق عالم های دین، عالم هایی که مربی هستند، عالم هایی که یعنی علم قرآن و سنت دارند، در حق اونها یعنی تمامی هستی دعا میکنن. این حدیث خب از حضرت ابی امامه رضی الله تعالی عنه روایت شده است که حدیث ترمذی است، حدیث صحیح است. حضرت فرمودند که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. تن فضیلت عالم در برابر فضیلت یک انسان عبادتگر، انسان عامه نه، انسانی که عبادتگر است، یعنی شب تا سحر عبادت میکنه، روز تا بگه نمازخوان است. حضرت گفتن فضیلت عالم در برابر یک انسان عبادتگر مثل فضیلت من در برابر یک کدام شما است. بس توی اهل اصحاب گفتن یعنی عالم
در برابر یک انسان عبادتگر جناب پیامبر گفتند مثل جناب پیامبر در بین اصحاب است در عامن. این چنین یعنی فضیلت زیاد داره. حتی در روایت گفتن که فضل عالم در برابر یعنی یک انسان عبادتگر مانند آفتاب در برابر چی است ستارگان است. چقدر یعنی فضیلت کلان دارند. بعد از اون جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که ان الله و ملائکته و اهل السماوات والارض حتی النملة فی حجرها و حتی الحوت لا یصلون علی معلم الناس الخیر. گفتن که الله حق سبحانه و تعالی و اهل آسمان و اهل زمین حتی مورچه در درون هیچه‌اش و حتی ماهی یعنی دعا میکند در حق عالم هایی که مردم چکار میکنند به نیکی و خوبی دعوت میکنند تعلیم میدهند و یعنی مربی در جامعه هستند. در حق اهل علم معلم ناس که مردم تعلیم گو هستند جناب پیامبر صلی الله علیه و تمامی هستی در حق اون دعا میکنه. یعنی ببینه که هر چیزی که در آسمان ها ان الله و ملائکته الله حق سبحانه و تعالی البته رحمتش مغفرتش در حق این گروه فرستاده است و ملائکه طلب مغفرت میکردند در حق اهل علم. اهل آسمان چی است؟ چی پرنده و جانداری که در آسمان میگرده اونها در حق اهل علم دعا میکردند و اهل زمین و هر چیزی که در روی زمین حرکت میکنه از موجودات ها و جاندارها حتی مورچه گفتن در درون هیچه‌اش و ماهی در تحت دریا در حق اهل علم دعا میکنند. البته این درست است برادری عزیز بزرگوار. این در حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است. خب چه برادر عزیز سوال که السلام علیکم بابا جان. خب انسان هایی که شرایط دارند اما با انسان های محتاج یاردم نمی کنند آیا خداوند اینها را در قیامت میپرسد که برای چی بنده های مرا دستگیری نکردید؟ بله برادر از انسان هایی که شرایط دارن و میدونن که یک انسان محتاج است، خصوصا این شب و روز اکثر مردم در حالت کرانتین و گرسنه هستند، بایه هایی که شرایطشون از حد زیاد است، اونها وقتی که به اهمیتی و به پرواگی کنن خداوند این گروه مردم در قیامت مؤاخذه میکرده است، سختگیری میکرده است، اونها را عتاب میکرده است، سرزنش میکرده است که در حدیث مسلم آمده است که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که در روز قیامت خداوند به سوی انسان ها میفته که ابن آدم مریضت فلم تعودنی، میفته فرزند آدم من بیمار شدم، بیمار بودم، بیمار بینیم نآمدی. انسان میفته قال یا ربی کیف اعودک و انت رب العالمین، من چی نوتر بیمار بینی خبرگیری می آمدم، تو رب العالمین هستی پروردگار. رب العالمین میفته قال اما علمت ان عبدی فلانا مرضت فلم تعوده، اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده. گفتن تو میدونیست که فلانی بنده من بیمار است خبرگیریش نرفتی، اگر وی خبرگیری میرفتی من در نزد او بودم. رب العالمین میفته یا ابن آدم استطعمتو که فلم تطعمنی، میفته من گرسنه بودم طعامم ندادی ای فرزند آدم. انسان میفته یا ربی کیف اطعمک و انت رب العالمین، ای پروردگار من چی نوتر طعام میدادم، تو رب العالمین هستی. رب العالمین میفته اما علمت انه، خب میفته ای انسان تو میدونستی که فلان بنده من گرسنه هست او را یعنی طعام ندادی، اگر او را طعام میدادی این لحظه یعنی در نزد من می آمدی اجر پاداش ثوابش از خود میکردی. در دوام حدیثتان جناب پیامبر که خداوند میفته ای فرزند آدم من تشنه بودم آبم ندادی ننوشاندیم. انسان میفته یا رب العالمین چی نه من ترا می نوشاندم، تو رب العالمین هستی. پروردگار میفته فهمیدی میدونستی که فلان بنده من تشنه است آبش ندادی، اگر و آب میدادی این لحظه یعنی اجر ثواب و پاداش برای تو میدادم. یعنی برادر از انسانی که شرایط داره و شخصیت های محتاج دستگیری و یاردم نمیکنه البته رو انسان در قیامت در نزد خداوند مؤاخذه میشه، سختگیری کرده میشه. برادر عزیز خب خواهر اسلامی دعا سوال کرده که سلام علیکم، الله مهربان علمتون را از این هم زیاد گرداند. یک سوال داشتم، اگر قرآن کریم را 3 نفر 10 پارگی خوانده ختم کنه می شود یا اینکه نمی شود؟ خواهر محترم انسان می تواند که قرآن یعنی تقسیم کنه و ختم کنن به خاطر ثوابش در روح یک کس بخشیدن. 3 نفر هم خوانن 10 نفر هم خوانن چند نفری هم خوانن
یعنی درست می شود، ثوابی ختم به جا میاد. خواهر محترمه، خب السلام علیکم دوملا. اگر در اتوبوس های مسکو حقی راه را ندهیم گناهگار میشیم؟ بله برادر، فریب میشه. فریب کاری همش گناه است، چی در مسکو باشه، چی در تاجیکستان باشه، چی در خیتای باشه، هر جای باشه، وقتی فریب کردین گناه است. برای یک سومی اندک در قیامت را خداوند معن میکنه و از او پرسیدت میکنه برادر. به این خاطر این کارا نکنید. این فریبگری میشه، یعنی گناهش خیلی گناهی بزرگ است برادر عزیز. خب سلام علیکم دوملای عزیز، میگویند که در بالای قبر نشستن گناه است. خب آیا این راست است؟ التماس جواب گویید برادر جون. بله برادر، از در بالای قبر نشستن خیلی گناهی بزرگ است. انسان چی نوعی که در زندگیش حرمت احترام داره، بعد از مردنش هم این چنین انسان احترام داره برادر عزیز. در روایتی که مسلم روایت کرده است این حدیث از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، حضرت میفرمایند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که لئن یجلس احدکم علی جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده خیر له من ان یجلس علی قبر. گفتن یک انسان در بالای یک توده لخچه که از آتش میشه، یک توده لخچه آتش نشینه، لباسهای و یا اون لخچه سوزه و سوزش و در پوستی وی رسه و پوستی بدنی وی سوزه، براش بهتر است از این که در بالای یک قبر می نشینه. یعنی این یک نوعی وعیدی است که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن انسان در بالای یک آتش نشستن که او آتش بدن انسان می سوزه، در بالای آتش نشینه تا اینکه او آتش بدنش سوزه، برای او بهتر است از اینکه او انسان در بالای قبر یک برادر مؤمن و مسلمانش می. این عمل حرام و نادرست است برادر عزیز. در بالای قبر ره گشتن، در بالای قبر نشستن، اینها در شریعت معنی هستند برادر عزیز. خب سلام علیکم دوملای محترم. آیا در روز قیامت همه به لباس میخیزند، تنی برهنه، زن و مرد؟ التماس همین رو فهمانه دوملا جون. بله برادر عزیز، در روز قیامت همه زن و مرد، همه در روز قیامت یعنی تنی برهنه، یعنی عریان و به لباس میخیزند، همه در محضر پروردگار. این حدیث متفق علیه هست، هم بخاری و هم مسلم از حضرت عایشه مادرمون روایت کردن که حضرت میفرمایند که سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، گفتن من شنیدم که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که یحشر الناس یوم القیامة حفاتا خب عراتا غرلا. میگه من شنیدم که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در روز قیامت همه سری لوچ، بدنی برهنه و ناختنه کرده میخیزن. حضرت میگه قلت، من پرسیدم که یا رسول الله الرجال و النساء خب جمیعا ینظر بعضهم الی بعض. میگه گفتم یا رسول الله زن و مرد همه یک جای میخیزن، هم دیگر، یعنی زنها مردها را میبینن، مردها زنها را میبینن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که یا عایشه گفتن الامر اشد من ان یهمهم ذلك و فی روایت الامر اهم من ان ینظر بعضهم الی بعض. حضرت گفتن که روز قیامت به چنان روز سخت و دشواری هست که مردم در یک غم و فکر مبتلا و گرفتاری هستند که دیگر از فکر غم همدیگر را نمیبینن، یعنی به چنان در غم و در فکر فرو رفتگی هستند که نمیتوانند همدیگرشون ببینن. و حضرت این آیتی که در از سوره عبسه هست، آیت 37، جناب پیامبر تلاوت کردن که لکل امرئ منهم یومئذ شأن یغنی. اون روز هر انسان در یک حالت وابسته و در یک حالت گرفتاری هست که اون حالت او را از دیدن غنی گردونده است، بای گردونده است، یعنی دیگه نمیتونه که یک چیز ببینه و یک چیز اهمیتی، یعنی در غم جان خودش سرگردان است که در محضر پروردگار در نزد خداوند چی جواب میگفته باشم. البته اون روز خیلی روز سخت و دشوار است. بله برادر، از این در حدیث جناب پیامبر در حدیث صحیح آمده است که تمام زن و مرد در صحرای قیامت یعنی برهنه، یعنی بی لباس، یعنی خیزانده می شوند. خب السلام علیکم برادر عزیز. برای چی در وقت مردن یک انسان آدم‌های در نزدش هستند لا اله الا الله بلند میگویند؟ آیا این مردنش رو آسان میکند؟
نه برادر عزیز، لا اله الا الله این تلقین میگوین سنت است که انسان هایی که در کنار محتضر هستند، محتضر انسانی که لحظه های آخرش مونده است، یعنی وقتی سکرات موتش ده است، انسان هایی که در کنار او انسان شخصیت مورنده هستند، اینها باید به زبانی بلند کلمه لا اله الا الله لا اله الا الله تکرار کنند تا اینکه این کلمه در زبان و شخصیت شنو و هم برابرشون گوید. چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که حدیث صحیح است، ابو داود و حاکم روایت کردن از حضرت معاذ، حضرت فرمودند که من کان آخر کلامه لا اله الا الله دخل الجنه. گفتن هر انسانی که آخرین کلامی که میگوید و بندگی میکند آخری کلامش کلمه لا اله الا الله باشه و داخل جنت میشود. البته فقها معن داشتن که انسان باید به سوی انسانی که در حالت سکرات است و یا نگویند که تو هم تکرار که گو همراه ما، چون که فقط انسان های کنارش این کلمه را تکرار کردن گیرن، کلمه لا اله الا الله لا اله الا الله. در روایت دیگر که این حدیث مسلم روایت کرده است از حضرت ابی سعید خدری رضی الله تعالی عنه، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که لقنوا موتاکم لا اله الا الله، گفتن تلقین کنه یعنی انسان های میمردگیتون کلمه لا اله الا الله. با هم خاطر است که اگر این سخن یعنی کلمه لا اله الا الله در زبان وی میت انسان میمردگی شینه و حالت جان دادن تکرارش کنه، از خداوند امید است که وی به یگان شک شبهه داخل جنت می شود. خب السلام علیکم استاد جان، سوال آدم روزدار اگر جنوب شود چی طور آبازی باید کند؟ خب در وقتی آب بینی را شستن تا دماغ مگر روزه اش نمیشکند؟ انتظارم استاد جان، خداوند یارو مدد، خداوند یارو یاور شما باشه، سلامت باشه برادر عزیز. اکنون در انسان در حالت روزه‌داری وقتی که جنوب شد، دهان و بینی را یعنی دهان و بینیش رو قدر سخت نمیشوید، یعنی چی نوعی که در طهارت آیسته چی قدر به احتیاط. اما اگر از راه دماغ در وقتی غسل کردن طهارت کردن از راه دماغ هم به سوی حلق انسان آب رو اگر یعنی و روزش فاسد میشه، با این خاطر چقدر به احتیاط دهان و بینیش آهسته میشه و غرغره نمیکنه دهانشو، بینیش هم یعنی تا اون کجی های دماغش آب نمیبره به خاطر احتیاطی. بعد از اون بیگاه که شد میتونه هم غرغره کنه هم بینیش به پاکیزگی شوی برادری عزیز. خب استاد جان، یک مولای ما در همه وقت بعد نماز شام تسبیح میگوید، ولی ماه رمضان آمد بعد شام خب دیگر تسبیح نمیگوید. استاد جان شما بیان میکردید آیا تسبیح گفتن بهتر است یا اینکه به خاطر روزه‌داران تسبیح نگوییم بهترش کدام است؟ فی امان الله، سلامت باشه. اکنون برادر عزیز این تسبیح های بعد از نماز از جمله فضائل الاعمال هستند، فضیلت در عمل است و ترک کردنش انسان گناهگار نمی شود، اما کسی که گویا براش بهتر است. و در بعضی از روایت ها دیگر حدیث های هم هستند که یعنی ذکرهای بعد از نماز 10 باری هم جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم یعنی امر کردگی هستند. انسان اگر یعنی اونقدر گرسنه باشه و یعنی طاقت نکنه دیگر چی خوب میشه که 33 بار که نتوانست هم 10 باریش حد اقل گویا. اگر ایش هم که نتوانست هیچ ضرر نداره، میتونه که یعنی دعا کنن طعامشون خورن، چون که اکثرا در وطن ما در بسیاری جاها عادت است که بعد از نماز شام ذکرهای بعد از نماز نمیگوین. این ضرر نداره، کسی گفت ثواب میگیره، کسی نگفت گناهگار نمیشه برادری عزیز. خب سلام علیکم داملا جان، درباره فضیلت اصحاب پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چیزی میگفتید. برادری از اصحاب پیغمبر به همه معلوم هستند، اصحاب پیغمبر بهترین شخصیت ها بودند. اصحاب پیغمبر شخصیت های هستند که جان و مال و حیات و همه هستی را فدای راه خدا، دین خدا، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم کردند. ما همه مدیون اونها هستیم. اصحاب پیغمبر شخصیتی هستند که خداوند در شأن اونها گفت که رضی الله عنهم و رضوا عنه، پروردگار از اونها راضی گردید و اونها در برابر اطاعت فرمانبرداری پروردگار از خدا راضی گردیدند. اصحاب پیغمبر خیلی بزرگوار هستند. اصحاب پیغمبر شخصیت های هستند رضای خدا را، محبت خدا را از خود کردن. خوشا به حالشون که دیدار جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدن، خوشا به حالشون که در پیغمبر خدا، در دین خدا در روز مشقت و دشواری ها خدمت کردند. خیلی بزرگوار هستند.
درباره فضیلت اصحاب جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این حدیث بخاری هست. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که خیر الناس قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. گفتن بهترین مردم شخصیت هایی هستند که در دور من است، یعنی اصحاب بزرگوار. بعد از اون شخصیتی که به اصحاب نزدیک است، بعد از اون شخصیتی که به انسان نزدیک است که به اصحاب، یعنی اصحاب پیغمبر، تابعین و تبع تابعین. جناب پیغمبر این سه عصر یعنی بشارت به نیکی اونها دادن که بهترین مردم هستند. بهترین مردم اصحاب پیغمبر هستند، بعد از اون تابعین، بعد از اون تبع تابعین. البته درجه و فضیلت اصحاب خیلی بزرگ است. بزرگای دین وقتی در وصف اصحاب پیغمبر صحبت میکنن میگن میلیون ها عالم ها و خدمتگارهای دین که از متأخرین هستند اگر جمع کنیم با خاک پای یک صحابه برابر شده نمیتونه، چون که اونها صحابی بودن، اونها پیغمبر بزرگوار دیدن، با پیغمبر ایمان آوردن. در روایت دیگر که این حدیث هم بخاری هم مسلم روایت کردن از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیده لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما ادرک مد احدهم ولا نصیفه. حضرت گفتن که اصحاب من دشنام نده. چی نوعه امروز بعض معتزله و خوارج های گمراهی بدبخت بر آمدن اصحاب پیغمبر نعوذ بالله، سخنهای قبیح و بد میگویند، لعنت میگویند، گفتاری بد نسبت به اصحاب بزرگوار دارند. جناب پیغمبر صلی الله علیه و آله اصحاب من دشنام نده، سخنهای بد نگویفتند. قسم به همون خدایی که اختیار جان من در ید قدرتی او هست، اگر یک کدام از شما مانند کوه احد در راه خدا طلا صدقه کنه، درجه و مرتبه و ثواب اصحاب از خود کردن نمیتونه. جناب پیغمبر گفتند اگر به اندازه یک کوه احد که کوه بزرگ است، به اندازه یک کوه اگر در راه خدا طلا صدقه کنه، جناب پیغمبر گفتند شما درجه و ثواب و مرتبه و مقام صحابه را از خود کردن نمیتونه. اونها خیلی بزرگوار است. حتی در بعضی از روایت ها جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم اصحابی کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم. صحابه های من مثل ستارگان راهنما هستند، به کدام اونها اقتدا کنه، پیروی کنه، شما هدایت میابه، شما گمراه نمیشه، در ضلالت نمیره. به این خاطر اصحاب پیغمبر برای من و شما برادر بزرگوار من خیلی ضرور است که اونها را دوست بداریم. اهل سلف صالحین یعنی پیشنیان بزرگان دین ما، اونها میگه تاریخ اصحاب پیغمبر برای فرزنداشو تعلیم میدادن، چی نوعی که یک سوره قرآن براش تعلیم میدادن، یعنی آشنا میکردن. متاسفانه امروز اکثر مردم ما مسلمان ها با بسیاری اکتیارها و فوتبالیست ها و بازیگرها و بکسیارها و دیگر آشنا هستند با تاریخشون، اما اصحاب پیغمبر ابوبکر نمیشناسن، فرزندای ابوبکر نمیشناسن، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه، حضرت عثمان و دیگر، زبیر و طلحه و عشره مبشره و دیگر اصحاب بزرگوار که در راه خدا خدمت کردن و جانشون فدا کردن، اونها رو نمیشناسن. و این خاطر برای ما مسلمان ها ضرور است که به تاریخ حیات پیغمبر بزرگوار و اصحاب بزرگوار او آشنا باشه. باید ما یعنی الگو و نمونه و عبرتگاه و مقتدای خودمون اصحاب بزرگوار پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم بگردیم. برادر عزیز بزرگوار، خب سلام علیکم دوستان محترم. میگویند که انسان باید بین خوف و امیدواری باشد، همین رو کمی میفهماندید؟ بله برادر عزیز، بین خوف و رجا میگویند، یعنی انسان باید همیشه از پروردگار ترس داشته باشه، همیشه از خدا بترسه، با همیشه از رحمت خدا امیدوار باشه، ناامید نباشه. مثلا بین خوف و رجا همین است که انسان از این جانب نگوید که من حتما دوزختی هستم، خدا من نمیبخشه، دوزخ میبره و عذاب میکنه. در این حالت خودش باید قرار انت انسان و نگوید با که من حتما اکو جنتی هستم، من عذاب خدا خلاص شدم. یعنی خودش در میانه در بین نگاه کنه، از این جانب از رحمت خدا امید داشته باشه، تکیه بر فضل خدا با رحمت خدا داشته باشه، از این جانب با از قهر غضب خدا بترسه. اینا بین خوف و رجا میگویند. چون که در حدیث هایی هستن که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودند که این حدیث متفق علیه هست. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم میفرمایند که وقتی که یعنی هر انسان در رحم مادرش افتاد، دوام 40 روز آب میسته، بعد از آب گوشت میشه، گوشت پاره میشه، بعد از اون خداوند در 120 روزگی یعنی
در 4 ماهگیش خداوند روح عملای کار امر میکرده، روح در بدن او یعنی میدمیدن. بعد از اون در حق این شخصیت 4 چیزا نوشته میشد از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن. یکمش رزقشه، اجلشه و عملشه و خوشبخت و بدبخت بودنشه. یعنی خداوند معین میکرد از دم رحمی بودنش انسانه. و در دوام حدیث جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم که قسم به هم خدایی که اختیاری غیر او دیگر خدای نیست، قسم به هم ذات پروردگار گفتن، یک کدامی از شما عملی اهل جنت میکنه، یعنی طاعت و عبادت میکنه، همو قدری که بین شما و بین جنت یک ذراع میمونه. یک ذراع گفتیم مردم عربی یعنی این قدر یک ذراع میگوین، تقریبا 60-70 سانتی متر. همین قدر به جنت در آمدن شما را باقی میمونه و انسان میگه از این میگرده و یک کاری بدی را میکنه، خداوند داخل دوزخ میکنه. و یک کدامی از شما کارهای اهل دوزخ یعنی گناه و معصیت میکنه، حتی بین و بین دوزخ یک ذراع باقی میمونه، در آخری کارش میگرده یک عملی خوب و شایسته میکنه که خداوند گناهاشو میبخشه، او را داخل جنت میکنه. یعنی که انسان از روی عمل باید مغرور نشوه که های من همیشه نمازخوان و روزدار و انسان صالح خوب هستم، دائم یعنی در راه گناه هم نباشه. در روایت های دیگر هم جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم این چنین گفتن که یعنی جنت و دوزخ برای شما به نهایت نزدیک هستند، که این حدیثی بخاری است. یعنی چنین روایت ها خیلی زیاد هستند که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم امر کردن که انسان باید خود را، یعنی عقیده ما اهل سنت و الجماعه باید همین باشه که خود را در میانه نگاه کنیم، از این جانب از رحمت خدا ناامید نباشیم، همیشه تکیه بر رحمت و فضل و کرم و بخشندگی خدا داشته باشیم، از این جانب با از مکر خدا امین نباشیم. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگه با چنان تقوای سختی داشتن که میگفتن که اگر خداوند منو بره یک پام داخل جنت کنه، حالیم از مکر خدا امین نیستم، میترسم که مبادا خدا امر نکنه که ابوبکر گردانده دوزخ بره. یا اینکه جای دیگه میفرماید که اگر خداوند در روز قیامت بگه که همه مردم صحرای قیامت جنت میروند مگر یک انسان جنت نمیروه، حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه میگه من میترسم که یک نفری که جنت نمیره من نباشم. یعنی چنین ترس داشتن. به همین خاطر انسانیت هم باید در بین خوف و رجا قرار، نه ایست از رحمت خدا ناامید باشه، چون که ناامیدی از رحمت خدا کفر است. انسان نسبت به ذات پروردگار یعنی بخیلی و نابخشندگی را نسبت میده. وقتی انسان ناامید شه بگه خدا من نمیبخشه، گویا نعوذ بالله انسان خدا را بخیل میدونه. انسان همیشه تکیه و امید به رحمت فضل و بخشندگی خدا داشته باشه، از این جانب با از قهر غضب و عذابش خاطر جمع نباشه، یعنی در بین خش همیشه انسان قرار ده. خب سلام علیکم دوستان محترم. انسان هایی که امر معروف را ترک کنند چی می شود حال آنها؟ حال آنها از رحمت خدا محروم میشن. حال آنها یعنی انسانی که وقتی نشنید، اصل دین خودش نصیحت از جناب پیامبر گفتن الدین و النصیحه، گفتن دین خودش خیرخواهی نصیحت است. وقتی اونها از امر معروف و نهی منکر یعنی ترک کردن، امر معروف و نهی منکر اختیار نکردن، البته در جامعه اونها فساد پیدا میشه، فحشا پیدا میشه، ناپاکی پیدا میشه، بدرفتاری و بد اخلاقی و یعنی ناخوبی ها پیدا میشه. جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیثی که این حدیث ترمذی روایت کردن میفرمایند که از حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه روایت کردن، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که والذی نفسی بیده لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنکر او لیشیکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب علیکم. جناب پیامبر گفتن که قسم به هم خدایی که اختیار جانم در ید قدرتش است، شما امر معروف و نهی منکر کنه، اگر این کار نکنه هیچ یگان شکی نیست که پروردگار عذاب شه، عتاب شه به بالای شما را میاره. چی نوی امروز ببینید روی دنیا از این وبا ناتنج، ناآرام و ناراحت است. حضرت گفتن که خداوند عقاب شه یعنی عذاب شه به بالای شما را میاره، بعد از اون شما هرچند دعا کنی خداوند دعای شما را قبول نمیکنه. یعنی وقتی که انسان از جامعهش امر معروف و نهی منکر دور شد، منتظر عتاب خدا باشه، عقاب خدا باشه، عذاب خدا باشه. به این خاطر در هر جای باشند اهل علم های محترم، کلان سال ها و انسان های کلان محترم باید که نصیحتگری جوان ها باشند. این نصیحت یعنی برای جامعه خیلی فایده زیادی داره.
خب سلام علیکم دوستان عزیز. امروزها بسیاری چیزها شبهناک هستند. آیا استفاده بردن از چیزهای شبهناک ممکن است؟ نه برادری، از چیز شبهناک جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در حدیثی که حدیث متفق علیه است که از حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنه روایت شده است، جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم معن داشتند. حضرت گفتند که ان الحلال بین و ان الحرام بین. گفتند حرام و حلال یک چیزی هستند که امروز در جامعه آشکار شدگی هستند. همه میدونن که فلان چیز حلال است و فلان چیز حرام است و بینهما مشبهاتون. جناب پیغمبر گفتند در بین حلال و حرام چیزهای شبهناک وجود دارد. لا یعلمهن کثیر من الناس. گفتن بسیاری مردم این چیزهای شبهناک نمیدانند. یعنی شبهه یک چیزی است که انسان در حلال بودن پاک بودنش دو دیله هست که آیا حلال هست یا نه. چی نوعی که این مرغ هایی که امروز در مگزین ها هستند، کلبسه ها و سوسیسک هایی که امروز در مگزین ها هستند، اینها چیزهای شبهناک هستند همش. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که بسیاری مردم اینها را نمیدونند. فمن اتقى شبهات استبرأ لدینه و عرضه. گفتن هر انسانی که از چیزهای شبهناک پرهیز کرد سلامت میمونه دین او، شخصیت و آبروش. و من وقع فی شبهات وقع فی الحرام. گفتن هر انسانی که در این شبهه داخل شد، یعنی کار شبهناک انجام داد، این انسان در حرام داخل شد. به همین خاطر برادر عزیز هر چیزی که شبهه هست، هر چیزی که در یعنی شبهه هست در پاک بودنش، حرکت کنه که شما چقدر از اون احتیاط کنید برادر عزیز بزرگوار. خب چه برادر سوال کرد. السلام علیکم دوستان عزیز. در نماز از سوره های دراز از هر جاش گرفته خوانده می شود؟ خدا از تو راضی باشد. سلامت باشه برادر عزیز. اکنون از هر جای سوره ها، مثلا در ضمن سوره انسان می تواند که آیات های دراز هستند، مثل یعنی آیات های آخر سوره بقره یا که یگان مبین سوره یاسین، انسان میتواند که چنین آیات های دراز یعنی در ضمن سورش خواندن گیره برادر عزیز. درست است که انسان ضمن سورش سوره بود نه مثلا آیتی دراز کنه. درست است برادر عزیز. خب چه برادر سلام علیکم دوملا. خب سوال دارم. من کار میرم در آنجا آب در بخلشکه میگیرم و در آفتاب میمانم تا گرم شود. خب تا آبیده برای طهارت ممکن است؟ بله برادر عزیز، هیچ گپ نداره، ضرر نداره. وقتی شما آبتون در یگان چیزی طاهر تازه نمازی گرفته در آفتابی بمانه گرم شود با او طهارت کردن، یگان مانعیتی نداره براتون. درست است برادر عزیز. چه برادر از سوال کرده. سلام علیکم دوملا. خب سوال داشتم. امام می تواند اذان و قامت گفته با 3-4 نفر قطیش باشند؟ بله ضرر نداره. مثلا یک انسان هم اذان گویه و هم قامت کنه هم پیش درآیه، این یگان مانعیتی ندارد. اکنون به خاطر ثواب بهتر است که یک انسان دیگر اذان گویه تا اینکه اونم از ثواب بهره ور شود. اذان گویه قامت گویه امام پیش درآیه. نباشه یک انسان خودش هم اذان گویه و هم قامت کنه هم پیش درآیه، براش هیچ مانعیت نداره و درست است برادری عزیز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس به سوال من جواب دهید. از همه ثواب بلندترین و گناه وزوینترین کدام است؟ سلامت باشه. اکنون از همه گناه بلندترین، از همه گناهی که گناه نابخشیدنی است، این شرک به خدا است برادری عزیز. کسی در برابر خداوند شریک میاره، مثلا همچون یک بت را معبود قرار میدهه، این گناه نابخشیدنی است که در سوره نساء آیت 48 خداوند میفرماید که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. گفتن پروردگار مغفرت نمیکنه، یعنی نمیبخشه گناه شخصیتی که با او شریک آورده است و میبخشد از دیگر شخصیت هایی را که بخواه. غیر شرک یعنی دیگر گناه ها را از کسی را بخواه خداوند یعنی گناهش میبخشه. این بزرگترین گناه، وزوین گناه، گناه چی است؟ گناه شرک است. از همه وزوین ترین ثواب صبر است برادری عزیز بزرگوار. جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث مبارک شناس که این عظم الجزاء مع عظم البلاء. گفتن از همه عظیم ترین یعنی جزا ثواب برای همراهی بزرگترین بلا هست. یعنی وقتی بلا با بالا انسان آمد، بلا چیکار میکنه؟ صبر میکنه.
و این الله اذا احب قوما ابتلاهم، وقتی پروردگار هر قومی را دوست بداره او را مبتلا میکنه، یعنی در بالاش غم میاره، مصیبت میاره، بلا میاره. خب فمن رضا فله رضا و من سخط فله سخط. هر انسانی که راضی شد یعنی صبر کرد، او رضاگی خدا را از خود میکنه. هر انسانی که صبر نکرد یعنی قهر غضب خدا را، ناراضی شد، ناراضگی خدا را از خود میکنه. و از همه ثواب بلند در روز قیامت ثواب صبر هست که در آیت قرآن است. رب العالمین میفرمایند که در قیامت هر انسان وقتی دعوای ثواب میکرده است، انسان صبر کننده ها به خدا مراجعت میکردن، وقتی طلب ثواب میکردن یعنی ملائکه ها ثواب صبر اونها را ادا کردن نمیتوانستند. بعد از اون خداوند خود خطاب میکرده است به کام زبان که انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. میفته امروز من صبر کننده ها را ثوابشون به حساب یعنی به نهایت زیاد براشون ثواب میبخشم. خب سلام علیکم دوملای عزیز، میگویند که این دنیا ملعون است، آیا این گپ راست است؟ اکنون ملعون، دنیای ملعون به معنای لعنت کرده شده میشه. دنیای ملعون است که دنیا انسان از خدا دور کنه، از عبادت و بندگی خدا دور کنه. دنیایی که بعضی برادرهای ما میرن کار میکنن، نماز قضا میکنن. دنیایی که بعضی برادرهای ما از روی دنیا شده قطع اکا و دادرشون قهری میکنن. دنیایی که بعضی انسان ها از روی دنیا شده فرعون و نمرود دور زبان میشن. البته اون دنیا ملعون است. اما دنیایی که انسان ابوبکر صدیق کنه، دنیایی که انسان به خدا قریب کنه، اون البته ملعون نیست. البته در روایت که این حدیث ترمذی روایت کرده است میفرمایند که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که الدنیا ملعونه و ملعون ما فیها. گفتن دنیا لعنت کرده شده است و لعنت کرده شده است هر چیزی که در دنیا هست الا ذکر الله. گفتن مگر ملعون نیست ذکر یاد الله. هر انسانی در ذکر خدا باشه، در فرمانبرداری و اطاعت خدا باشه، او انسان ملعون نیست. و ما والا یا انسان هایی که کارهای خوب میکنند در دنیا، مثلا از دنیا به طرز درست و ثواب استفاده میبرند، اونها هم ملعون نیستند. و عالما او متعلما، انسان های عالم متعلم هم ملعون نیستند، گفتن جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم. خب برادری از سوال کرده سلام علیکم دوملای محترم، و التماس می سوال من جواب گردانید. خب در هر مجلسی که امر معروف نباشد آن مجلس چی ضرر میکنه؟ ضرری بزرگ میکنه برادر. از هر جایی که ذکر یاد خدا نباشه البته اون بدترین مکان است، مکانی است که ملائکه های آسمان در حق اون مجلس لعنت میگفتن. در حدیث های جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم است که از اونجا یک بوی غلیظ بد بالا میشده است. البته اون مجلسی که در اونجا ذکر یاد خدا نشه و مردم جمع زنن اون بدترین است. در حدیثی که ابو داود روایت کرده است از حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه، حضرت میفرمایند که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند که ما من قوم یقومون من مجلس لا یذکرون الله تعالی فیه الا قاموا عن مثل جیفة حمار و کان لهم حسرة. گفتن هر قومی که وقتی از یک مجلسی که میخیزن یعنی بلند میشوند و جدا میشوند، وقتی در اون مجلس ذکر یاد خدا نداشته باشند اون قوم مثل خری مرده بو گرفته هستند، مثل خری مردگی بو گرفته هستند و برای اونها در روز قیامت حسرتی هست. در قیامت این گروه مردم اهل حسرت میخیزن. البته هر مجلس محفلی که در اوج ذکر یاد خدا نباشه و در اوج امر معروف نهی منکر نباشه در قیامت اهل حسرت میخیستند. و صلی الله تعالی علی خیر خلقی اصحاب اجمعین یا ارحم الراحمین.